چطورم بچه خوش اومده ویدیو جدید. بچه امروز اومدیم که نمیدونم چند روش بچه ببخشید یه جوری صدام چون که مریضم. حالا بچه اومدین با شکنجه های ماپ ها. مطمئنم خیلیاتون از دست ماپ ها کلافه شدید و نمیدونید چه کارشون کنید. همینطوری میایید یه زامبی میارید، حالا هر بلک میارید و یه دونه از اینا، حالا اگه بره پایین یه دونه از این ریل ها میارید، ردستان تورچ و ماینکارت. و شما بچه میایید بالا، اینجوری بلاک میذارید که زامبی عزیزمون نسوزه و همیشه در آنجا شکنجه بشه. اینجوری شما یه فضا براش درست میکنید اینجوری. خب الان اینجوری یه بلاک باید بیرون باشه اینجوری. حالا ماینکارت این بسفنده، حالا دور تا دورشو اینجوری میذارید. خب بچه اینجوری شما یه مسافتی رو درست میکنید. حالا این رو میذارید که روشن بشه. خب حالا اینا رو میذارید اون و حالا یه دونه ویلیجر میارید برای اینکه این زامبی عزیزمون بیافته دنبال ویلیجر و دیگه یه دونه ویلیجر دیگه بچه ویلیجر یه دونه ویلیجر بزرگسال میذارید رو توش و اینجا میچرخوندش. حالا این زامبی میخواد این ویلیجر رو بگیره، هیچ وقت نمیتونه این ویلیجر رو بگیره چون که این ویلیجر دائما در حال چرخیدنه و این زامبی عزیزمون هیچ وقت قرار نیست این ویلیجر رو بگیره. حالا من پیشنهاد میدم دور و برش رو با شیشه بگیرید چون که حالا شاید یه ماب دیگه بزنه ویلیجر رو ناکار کنه. بله این روش حالا اول برای زامبی بود، روش دوم برای ویندیکیتوره. دقیقا همین رو درست میگرد. حالا این ویلیجر بیاد پایین. زمین برو نبین برو. شما یه ویلیجر و ویندیکیتور میارید. ویندیکیتور را مطمئنم بعضیتون تو سری هاردکور یا سری سروایولتون این اذیتون کرده تو و هم مردید. این شما یه ویلیجر میذارید سبخشو ویندیکیتور وسط و بله این بدبخت هر چقدر که به این بچرخه این نمیتونه بگیرتش. و بله اینم از شکنجه دوم. شکنجه سوم برای کریپرهای مزخرفن که مطمئنم خیلیاتون ازش متنفرید. نمیدونم چرا مجانگی اینو به بازی اضافه کرده ولی خیلی مجدد اعصاب خورد کنین. یعنی من تو سری هاک کردم بودم فول دایمن اندر دراگون کشته بودم، یه لحظه داشتم ماین میکردم کریپر پشت سرم ترکید و من مردم. اینقدر عصبی شدم یعنی گوشیمو پرت کردم شکوندمش. اینقدر
عصبی شدم. حالا من میخوام شکنجش کنم این کثافتو. چطوری کریپر میارید و مابی که ازش میترسه یعنی گربه. خب الان من گربه رو پیدا کنم. کت این که نیست. اینجا. خب کریپر جان تو بودی مرا اذیت میکردی ها. شما میایید یه جایی براش درست میکنید، یه پلتفرم. خب بچه شما یه پلتفرم درست میکنید اینجوری. حالا میاد اینجا پله درست میکنید 2 فقط برای اینکه اینا رو گذاشتم که کریپر از این لایه ها نیاد برامون بترکه. و اینجا برای اینکه این طرف رو گذاشتم برای اینکه کریپر گل بخوره و اینا فکر میکنن بلاکه، ولی بلاک هم هست، ولی اینجوری هم باشه فکر میکنم بلاکه. اینجوری زیرش رو بکنید. و حالا شما وقتی که حالا گربه هم داشته باشید تو سروایول یا هاردکور نشسته بندازشون این داخل که این کریپر رو دیگه عذاب بده. حالا من یک کریپر میذارم، کریپر عزیز. حالا من سروایوال میکنم این کریپر بیاد بالا و من برم این بالا میپرم اینجا. بیا نمیبینی کوری داداش کوری بیا کور که نیستی دیگه. وای افتاده. وای کریپر عصب خورد کن. همینجاشم میخوام از من شو انجام بدم، همینجاشم عصب خورد کنه. واسید بچه ها دمه این کریپر بیا کریپر بیا نترس، اصلا نترس. نمیخوام چیزی کنم ها، میخوام بکنم، فقط میخوام شکنجت کنم. بیا بالا. آها بیا بالا خوشگل بزن. بیا نه دیگه بکن. کجا وایساده این حیوان؟ بیا بالا اینجا. نگاه کن کریپرم برای من شده باش. بیا اینجا. این فلچر داره میاد تو نمیای. برو نور احمق. جای بیا دیگه. کاری ندارم. نگاه کجا هم ترکی. آی خب بچه ادامه یک کلیپه. بیا و حالا بچه من یکم اینجوریش کردم که راحت تر بتونم برم. این کلیپر مستقیم بیاد. چطوری نیفتادی؟ تو که باید میافتادی دیگه. بچه شما باید اینجوری این کریپر انقدر منو آزاد داد و شما اینجوری درست کنید. باشه اینجا رو باز میکنید که دیگه خودتون میگه. حالا من کریپر رو اسفن میکنم. این کریپر حیوان 50,000 با. بیا کجا میری؟ حیوان بیا اینجا. بیا آها افتادی پایین. داره افتادی پایین. خب افتادی پایین. منم الان یه پله برات درست میکنم برای خودم. برای تو نه عزیزم، برای تو نه. تو بودی منو اذیت میکردی ها. تو بودی برید اذیت کنید. حالا کریپرهای دیگه میندازم توش. برید
نام أذیت کنید و این صحنه چقدر لذت بخشه. ویدیویی که برای رو میبینم ازم میکشم. خب بچه دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو میخوای بیشتر براتون بذارم همین الان توی کامنت ها برام بنویسید که بخواید این ویدیو دیگر رو براتون بذارم تا ویدیوهای بعدی. فعلا بای بای.